هر دو لشکر هوشنگ با روحیه بالا آماده گشتند و مهیای حضور برای ورود به میدان جنگ شد. فرزندان روشنایی، امروز سایه نحس تاریکی را از زمین می‌زداییم. نترسید از مرگ که امروز مرگ از شما خواهد ترسید. سیامک به همراه سرداران در صف اول لشکر به سمت میدان جنگ حرکت کرد. در آن سوی میدان نبرد لشکر اهریمن به فرماندهی دیو در حال آمدن به سمت میدان جنگ. مانند جنگ پیشین انواع قبیله‌های اهریمنی نیز به او ملحق شده بودند تا علاوه بر قدرتمند کردن لشکر اهریمن در زمین کیومرث و تخت پادشاهی او را نیز تصرف کنند. هوشنگ با سرکشی از گروهان‌های خود از حال و هوای سربازان با پرسجو از فرماندهان آگاهی می‌گرفت. به ناگاه یکی از سربازان اهریمنی با سرعتی باور نکردنی قصد گردن زدن هوشنگ از پشت سرش را کرد. اما هوشنگ را در یک حرکت زمینگیر کرد.